بازی یک کاراکتر بسازه نداره، تقصیر خودش هم نیست، برای اینکه قصه تیپ میسازه، کاراکتر نمیدونه در بیاره. وضعیت بچه کاملا سردرگمه. هولدینگر وایسی کارتون چیه؟ کارشون چیه؟ ما نمیتونیم. آره مدل عشق رو من دوست ندارم. غذا دهن هم میذارن، نمیدونم مثلا شوخی‌های در خلوت زن و شوهری تکراری نچسبه. من نمیفهمم، اصلا نمیفهمم این دوتا آدم این فداکاری چیه، این پذیرش تحقیر از سوی میر سعید مولویان. شخصیت ساخته نشده، فقط یک شخصیت منفعل بیکنش غیر پدر غیر همسر ساخته شده. چون مادره شکلی از مادرانگی داره، پدره شکلی از پدر داره. فقط شهاب من باور میکنم حسینی رو که اسمش ثابت بود. هر جای سریال شهاب حسینی نیست سریال دیگه کاملا ضعیف خواهد. قصه عملا کم آورده، استفاده بیش از حد از ترانه دیگه نواخر این قسمت آخر. بله قسمت آخر که دیگه آره. همه تیپن، از بهترینش که شهاب حسینیه که تیپه و اون میچرخونه، نه تنها قصه رو میچرخونه بلکه اثر رو هم میچرخونه و مبهم هم هست. نگاه به این زن داره، نگاه هولینگشه یا نگاه بیرونیه، نگاه بیرونیش هم چرا انقدر عقیمه. پیشنهاد بیشرمانش هم در تاریخ سینما ایران ندیدیم. شخصیت دختره وکیله چرا انقدر تغییر میکنه؟